با سلام و درود به شما بینندگان تلویزیون اندیشه و برنامه رمز پیروزی. چهارشنبه گذشته همونطور که میدونید در مسکو جلسه برگزار شد در رابطه با مسئله مربوط به افغانستان. در این کنفرانس یا در این نشست بیش از 10 کشور شرکت کرده بودند، از جمله چین، روسیه، پاکستان، هندوستان، ایران و نماینده از طرف گروه طالبان در این نشست شرکت داشت. البته در پایان اون نشست قطعنامه منتشر شد که پس از انتشار اون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وجود این قطعنامه و یا انتشار این قطعنامه اعتراض کرد و گفت که چنین قطعنامه‌ای رو ما از اون بی اطلاع بودیم، ولی در هر حال وزارت امور خارجه روسیه اون قطعنامه رو به نام شرکت کنندگان این نشست پخش کرد. چهارشنبه آینده یعنی پس فردا نیز نشست مشابهی در همین رابطه در تهران برگزار خواهد شد و به نظر می رسد که این بار نماینده از طرف گروه طالبان دعوت نشده. البته طالبان اعلام کرده است که ما در این نشست شرکت نمی کنیم، اما ایران با این توضیح که شرکت کنندگان در این نشست آخر یعنی پس فردا در تهران با حضور نمایندگان به اصطلاح وزیران امور خارجه این کشورها تشکیل خواهد شد و شاید به یک دلیل به خاطر اینکه هنوز مشروعیت گروه طالبان به عنوان نمایندگان مردم افغانستان یا حکومت افغانستان به شکل نگرفته است، به این خاطر شاید ایران از گروه طالبان کسی رو دعوت نکرده است. موضوع طالبان موضوعی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم با آینده کشور ما و با همین شرایط کنونی هم حتی به نوعی ارتباط داره و به همین خاطر در برنامه امشب از دو میهمان عزیز و بسیار عالی قدر دعوت کردم تا درباره این موضوع باشون گفتگو داشته باشیم. جناب مهندس رحیم بندویی از لندن مهمان ما هستند و جناب مهدی نخل احمدی عزیز هم از ایتالیا. ابتدا به جناب بندویی سلام و خوش آمد عرض می‌کنم. من سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی و مهمان گرامی که اولین بار افتخار دارم میبینمشون اینجا و همچنین افرادی که پشت صحنه دارن زحمت میکشن برای به هر حال از نظر تکنیکی. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. بسیار ممنون جناب بندویی و جناب نخل احمدی عزیز خیلی تشکر میکنم که برای من این افتخار داشتم که سالیان زیادی است که باشون دوست و همکار و همراه هستیم با هم. سلام عرض می‌کنم جناب اعتمادی عزیز خدمت شما، خدمت جناب آقای مهندس بندویی که افتخار من هست در این برنامه در خدمتشون هستم و خدمت بینندگان عزیز و سپاسگزارم که این افتخار رو به من دادین در این برنامه در خدمت شما باشم. خواهش میکنم، لطف دارید. خب جناب مهندس بندویی عزیز، خب شما با توجه به اینکه از منطقه استان عزیز و بزرگ بلوچستان هم هستید، قطعا مسائل مربوط به وقایع افغانستان به خاطر اینکه در همسایگی منطقه‌ای که شما در زندگی میکنید باید باشید حتما. خواستم ازتون بپرسم که این سیاست هایی که الان اعمال شده به طور نمونه شرکت برگزاری نشست مسکو و بعد نشست تهران که در رابطه با مسئله افغانستانه، تا چه اندازه به نظر شما مهمه و آیا اصولا این نشست‌ها این هدف رو هم دنبال میکنن که طالبان رو به عنوان حکومت افغانستان یا به هر حال یک دولتی که فعلا در اونجا وجود داره بنا به ادعای خودش اون رو به مشروعیت بشناسن؟ آیا این فکر در اندیشه و به اصطلاح در سیاست‌های این کشورها هست؟ ببینید، مسئله اساسی که الان بسیار اهمیت پیدا کرده اون در هم ریختگی اجتماعی است که در افغانستان به وجود اومده پس از روی کار آمدن طالبان
و بخصوص گرسنگی که الان اونجا شروع شده. من نمیدونم، من امروز یه پیامی رو دیدم که عکسی داشت در سوشل میدیا که چند کودک در واقع نوشته شده بود که از گرسنگی فوت کردن و طالبان هم گفته بودن که ما پیگیر قضیه خواهیم شد. ببینید در یک همچین شرایطی طبیعتا این از یک سو جوامع بین المللی به خاطر وضعیتی که مردم افغانستان دارند باید در این رابطه حساسیت نشون بدن و از سوی دیگه فراموش نکنیم با توجه به اینکه به هر حال اون رقابت هایی که بین ابرقدرت ها در منطقه بخصوص در منطقه خاورمیانه وجود داره، طبیعی هست که پس از اینکه آمریکا پای خودش رو کشید بیرون، خب طبعا ذی‌نفعان دیگری هستند و خواهند بود که پیگیر این قضیه باشند تا به نفع خودشون بهره برداری کنند، از جمله چین همچنان که شاهد هستیم و خود روسیه و البته بیشترین کسی که در این رابطه با روی کار آوردن یا روی کار آمدن طالبان بیشترین بهره رو برده و داره میبره خب کشور پاکستان است، با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌های بسیار عظیمی رو در این رابطه از سالیان دراز انجام داده. اینکه طالبان در واقع محتاج به رسمیت شناخته شدن از طرف مجامع بین المللی هستند که خب اصلا شکی نیست در این رابطه تلاش خواهند کرد که به شکل‌های مختلف بخواهند و شاید هم یک سری قول قرارایی بدن. ولی از سوی دیگه با توجه به نوع ایدئولوژی که این سیستم داره برای خودش، هرچند که بگذاریم مثلا کشورهای مثل پاکستان و کشورهای مثل ایران در این رابطه چون به شکل‌های هم خطی خواهند داشت، چون جفتشون به هر حال به شکلی یک نوع ساختارهایی دارند که ایدئولوژی مذهبی خودشون رو دخالت دارن میدن به مسائل جامعه، به مسائل به هر حال اون ساختاری که اونجا وجود داره، طبیعی هست که کشورهای مختلف منطقه با توجه به منافعی که در کشور افغانستان از نظر امنیت و ضررهایی که از نظر ناامنی در این کشور به وجود بیاد متأثر خواهند شد. به همین دلیل هست که حساسیت بسیار زیادی باید از خودشون نشون بدن که عملا می‌بینیم چند روز پیش در هر صورت در مسکو یک همچین جلسه نشستی برگزار شد و پس فردا هم در تهران برگزار خواهد شد که همه اینها تلاش هایی هست که به شکلی این در هم ریختگی اجتماعی که در افغانستان وجود اومده به شکل این رو یه نظمی بدن، یه نظمی داده بشه که هم به نفع اون کشورهای اطراف و همسایه افغانستان هست و اگر هم یه شکل و شمایل منطقی به خودش بگیره این مسائل طبعا به نفع مردم اونجا هم خواهد بود، با توجه به اینکه هنوز مردم اونجا با توجه به تجربه 20 ساله‌ای که حداقل به طور نسبی دموکراسی رو لمس کرده بودند، برای هرچند که از دیدگاه حاکمان کنونی و شاید هم به شکل هم کشورهای همسایه بخصوص ایران و به شکل هم پاکستان خوشحال نبودند از این مسئله که جامعه افغانستان به این شکل داره سر و سامانی به خودش میده و برحال دیدیم که مشکلات بسیار فراوانی رو و بخصوص هر دو تا کشور ایران و پاکستان با تقویت طالبان دامن زدن به این مسئله که نهایتاً برسه به جایی که کشور ابرقدرتی مثل آمریکا نهایتاً برحال جا خالی کنه و همان کسانی رو که 20 سال قبل در واقع اینها رو از قدرت برداشته بود مجددا بر قدرت بیاره بگذاره اونجا. حالا چه برنامه‌هایی و چه اهداف دیگه به قول معروف پشت صحنه‌ها هست که خب نمیگن و کسی هم شاید خبری ازش نداشته باشه، اما آنچه مسلم هست طالبانی که الان روی کار اومدن و به هر حال اولین بار هم عکس العملی که نشون داده شد از سوی جمهوری اسلامی ایران بود و به هر حال به شکل‌هایی هم متوجه شدیم که همین قضیه انعکاس خودش رو در مسائل بلوچستان به شکل نشان داد. فراموش نکنیم بلوچستان با توجه به اینکه هم مرز با افغانستان هست و به اضافه اینکه از نظر فرهنگی اون روابطی که بین مردم بلوچ و ساکنان افغانستان هست یک نوع نزدیکی تاریخی بسیار دیرینه‌ای با هم دیگه دارند، خب مسلماً متأثر خواهند شد از آنچه که در هر کدوم یک از این کشورها اتفاق بیفته. ولی متأسفانه بیشترین صدمه‌ای که الان وارد اومده روی مردم افغانستان هست و می‌بینیم، ما شاهد هستیم، اخبار بسیار زیادی به دستمون میرسه که
مردم واقعا تلاش دارند که به انواع و شکل‌های مختلف و با چه مصیبت‌های خودشون رو از اون طرف مرز برسونن به این سوی مرز که ایران باشه که شاید از اونجا مثلا فرجی حاصل بشه براشون. و بسیاری هم به هر حال در تصادفات و بسیاری هم در شکل‌های مختلفی که به هر حال نیروهای انتظامی و اون مردم منطقه به هر حال باشون برخورد دارن، دلخراش کننده واقعا اتفاقاتی داره در این رابطه داره میفته. من در خدمت. بله بسیار ممنون جناب بندوی عزیز. عرض کنم که جناب نخل احمدی، آقای بندویی اشاره کردن که به نزدیکی‌های فرهنگی که بین مردم بلوچستان با افغانستان وجود داره و البته همچنین با پاکستان و اینها میتونه تاثیرگذار باشه توی روابط و مناسباتی که طالبان میتونه در منطقه به نوعی با همسایگان خودش ایجاد بکنه. البته این خبری که جناب بندویی دادن راجع به مسئله گرسنگی و به هر حال از دست رفتن چند کودک برای من خیلی یک کمی چیز بود، یعنی تازگی داشت، به دلیل اینکه همونطور که میدونید هفته گذشته اتحادیه اروپا و همچنین امریکا مقادیر قابل ملاحظه کمک‌های نقدی و غذایی و اینا رو برای افغانستان فرستادن و من متاسفم که طالبان هنوز نیامده. به هر حال به نوع دیگر با توجه به اینکه این امکانات داشته گرسنگی رو تحمیل کرده به کودکان افغانی که به این صورت از بین برن. اما سوال من برمیگرده در رابطه با همین مسئله تاثیرگذاری فرهنگی بین طالبان و مناطقی که همسایه و همجوار با این کشور هستند، از جمله استان بلوچستان، سیستان و بلوچستان. ما همونطور که باز هممون میدونیم مولوی عبدالحمید نسبت به طالبان خیلی نظر مساعدی داره و حتی همکاری هایی هم در برخی از موارد این صورت گرفته. به نظر شما با صرف نظر از اینکه دنیا چه تصمیمی راجع به طالبان داره، اما این ارتباط فرهنگی و سیاسی که بین رهبران مذهبی در استان سیستان و بلوچستان وجود داره با طالبان، آیا تأثیرات منفی هم میتونه در مناسبات کشور ما بگذاره یا لااقل در این استان بزرگ سیستان و بلوچستان؟ خدمت شما عرض کنم که جناب اعتمادی، من فکر میکنم روندی که طی شد تا امروز، یعنی از زمانی که طالبان یا آمریکا قصد خروج از افغانستان رو گرفت و طالبان شروع به پیشروی کرد، روند به شکلی پیش رفت. اتفاقاتی که بعد از اون افتاد که برخی از کشورهایی که قبلا حالا حتی شاید برنامه‌هایی داشتن و جدول زمانبندی هم برای خودشون داشتن در رابطه با این کی قرار هست که حکومت جدید در افغانستان رو به رسمیت بشناسن، دچار چالش کرد. این همایش ها و گرد همایی هایی هم که در حال حاضر در حال انجام هست، به نظرم برمیگرده به همین سردرگمی که کشورها دارن و خب این سردرگمی بخشش به خاطر عملکرد طالبان در چند وقت گذشته، چه از به دلیل نوع دولت یا کابینه‌ای که اینها تعیین کردن، مواضعی که در رابطه با امیرالمؤمنین خودشون گرفتن، به هر حال اتفاقاتی که در بمبگذاری ها افتاد، اتفاقاتی که در پنجشیر افتاد، نوع برخورد اینها با جامعه زنان، با اقلیت ها، با رسانه ها، روزنامه‌نگاران، به هر حال یک سری معذوریت هایی رو در میان کشورها، سیاستمداران و دولت ها ایجاد کرد که اونها به اون سادگی که تصور می کردن امکان مشروعیت یا به رسمیت شناختن طالبان رو الان ندارن. به نظرم اغلب اینها منتظر هستن که دولت یا دولت‌های باشن که پیش قدم بشن، راه رو باز کنن و بعد اینها خب به هر حال بقیه دولت‌ها بیان و به هر حال یکی اعلام یا به رسمیت بشناسن. اما پس پشت به هر حال انگیزه یا قصد اغلب کشورها، چه در حوزه منطقه‌ای چه در حوزه بین‌المللی، این هست که طالبان رو به عنوان یک حکومت رسمی به رسمیت بشناسن. اما خب اون مقدمات ظاهراً هنوز مشخص یا برآورده نشده. در رابطه با آقای مولوی عبدالحمید هم ما متاسفانه
مواضعی از آقای مولوی عبدالحمید دیدیم که شاید در نگاه خود آقای مولوی عبدالحمید و اون منافعی که ممکنه منافع حالا گروهی یا منافع حتی شاید بشه گفت که منطقه‌ای که ایشون مد نظرشون هست قابل توجیه باشه، اما اگر یک نگاه کلانتری به کلیت جامعه اهل سنت در ایران بندازیم و باز منافع ملی در ایران بندازیم، این نوع برخورد و این نوع شتاب زدگی که آقای مولوی عبدالحمید در استقبال از آمدن طالبان و حتی درخواست از کشورهای یا جامعه بین الملل برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان داشتن، متاسفانه یک ذهنیت تقریبا ناخوبی رو در اذهان عمومی ایجاد کرد، مبنی بر اینکه خب ما میدونیم یک حاکمیت ایدئولوژیک اهل تشیع در ایران هست که 40 سال هست به دنبال سرکوب کردن و مرغوب کردن دیگر تفکرات، عقاید و خب به هر حال نهادهای فکری و دینی و مذهبی هست. یعنی ما بارها و بارها از مقامات غیر رسمی و تا رسمی در گفتگوهای غیر رسمی شنیدیم که صحبت از این کردن که اهل سنت ایران اینها پیرو وهابیت هستند، اینها افراطی هستند، اینها پیرو داعش هستند و امثال اینها. و وقتی ما از طرف یک به هر حال کسی که به عنوان رهبره یا یکی از رهبران اهل سنت شناخته میشد چون این موضعی رو میبینیم، متاسفانه این موضع زبان بسیاری از این افراطیون حکومتی رو دراز میکنه، مبنی بر اینکه ما از ابتدا گفتیم که اهل سنت ایران به این شکل هستند و حمایت مولوی از طالبان به معنای این هست که ادعای ما درست هست و اون به هر حال تبعیض یا اجحافی که ما بر علیه اهل سنت داشتیم درست هست، چون اینها به هر حال در یک مسیر افراطی هستند. به نظرم آقای مولوی عبدالحمید از این سراسیمگی و بهتی که حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر داره یک استفاده کرده، بهت به این معنایی که جمهوری اسلامی هم مجبور هست طالبان رو نوازش بکنه و اونها رو به قول معروف میگن اونها رو مورد لطف خودش چه به لحاظ شفاهی یعنی زبانی و چه حتی به لحاظ عملکردی حمایت‌های خودش رو همچنان ادامه بده از طالبان، و از طرف دیگه به هر حال بودن یک حکومت ایدئولوژی اهل سنت در مرزهای جمهوری اسلامی در واقع یک تهدید بسیار جدی هست که خب نهایتا شما وقتی که طالبان میاد صحبت از امیرالمؤمنین میکنه و صحبت از این میکنه که امیرالمؤمنین ما امیرالمؤمنین فقط افغانستان نیست، امیرالمؤمنین کل جهان هست، این در یک تناقض جدی با اون ادعای ولایت فقیه یا رهبر مسلمین کل جهان در جمهوری اسلامی هست که خب به قول قدیمی ها میگن دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند و صد عارف یا زاهد در یک اقلیم بگنجند، چون این حالا چون این یک ضرب المثلی هست. به هر حال ایدئولوژی ها معمولا حتی اگر همسانی داشته باشه، ما ایدئولوژی های کمونیستی چین و روسیه رو در قدیم دیدیم یا به هر حال در جاهای مختلف، اینها نهایتا تضادهایی در گفتمان و در نوع هدفگذاری هاشون هم دارن. ایدئولوژی های اسلامی هم بالا با توجه به نوع به هر حال تفاوت هایی که اینها از منظر دیدگاه به هر حال مذهبی دادن یا دینی دارن، اینها به هر حال میتوانند رقیبان خیلی سرسختی باشند که در برخی موارد آشکارا منافع همدیگر رو زیر سوال ببرن. به همون شکل ما میبینیم مثلا الان ایران و عربستان جزء رقبای بسیار جدی و سرسخت همدیگر در منطقه هستند و منافع همدیگر رو بارها و بارها تهدید کردن. گمان زنی های هم شده که اصلا یک از دلایلی هم که آمریکا بعد از اینکه یک استراتژی کلانتری رو در پیش گرفت، اینکه نیروهای خودش رو از خاورمیانه کمتر بکنه و بیشتر تمرکز خودش رو بر روی چین بگذاره، یکی از دلایل آمدن طالبان هم در واقع مهار جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی بعدش نمی آمد که از طریق بازوهایی مثل فاطمیونی که قبلا در سوریه بودن و حالا این فاطمیون آزاد بودن بیاد وارد افغانستان بشه و به هر حال همون شکلی یا مشابه اتفاقی که در عراق یا در کشور سوریه اینها افتاد، یک چنین به هر حال بازوی نظامی در افغانستان ایجاد بکنه و نهایتاً حضور یا به هر حال
وضعیت حضور نظامی و بعد از اون طبیعتاً حضور سیاسی خودش رو تقویت بکنه در افغانستان. شاید تنها گروهی که میتونست با این تفکر جمهوری اسلامی مقابله بکنه، حتی به قیمت از بین رفتن و از پاشیده شدن شالوده اجتماعی و 20 سال به قول جناب آقای مهندس 20 سال به هر حال اون سرمایه‌گذاری هایی که در حوزه مدنی و سیاسی در افغانستان شد، این بود که خطر به هر حال اشاعه تفکر جمهوری اسلامی رو با آوردن یک گروه افراطی و ایدئولوژیک دیگری مثل طالبان کمرنگتر بکنن و در این فضایی که الان نه جمهوری اسلامی امکان این رو دارد که به صورت رسمی همراهی بکند و نه امکان این رو دارد که خب به هر حال تخاصم جدی داشته باشد، مولوی عبدالحمید ظاهراً به عنوان نماینده اون چهره هویج نظام هست یا اون چهره‌ای که خب به هر حال قرار هست روی خوش نشون بده و حمایت بکنه. خبرهای منتشر شد پیش از این که در زمانی که طالبان در مذاکره بودن در قطر، یکی از نزدیکان مولوی عبدالحمید به عنوان به هر حال واسطه بین حکومت و طالبان در اونجا حضور داشت و خب در این مذاکرات نظر میداد و امیر قطر به هر حال با ایشون مشورت میکرد. به هر حال جمهوری اسلامی ظاهراً تصمیم گرفته از برگ مولوی عبدالحمید استفاده بکنه برای نزدیک شدن به طالبان، اما خب ما میبینیم که این مواضع و شرایطی که آقای مولوی عبدالحمید گرفتن صدمات زیادی به جامعه اهل سنت در ایران زده و در دراز مدت هم به نظرم نوع تفکری که در طالبان وجود داره به هر حال تفاوت فاحشی با فرهنگ و نوع تفکر مردم بلوچستان و سیستان بلوچستان داره و نمیتونه کمک بکنه، مگر اینکه در پس زمینه ذهن آقای عبدالحمید این باشه که با به هر حال حضور یک به هر حال حکومت به قول معروف میگن افراطی اهل سنت در اونجا و با تهدید تحت فشار قرار دادن از شیعیان در افغانستان از جمهوری اسلامی پاهن‌های یا به هر حال امتیازات بگیرن به نفع اهل سنت که به لحاظ اخلاقی این هم درست نیست. به هر حال این که شما شر برای دیگران بخواید تا خیری برای خودت برسه به هر حال در حوزه اخلاق چیز قابل پسند و پسندیده نیست. بله، ممنون از شما جناب نخل احمدی. به هر حال تو توضیحاتی که دادید این سردرگمی و این ناروشنی سیاست‌های حتی کشورهای غربی و قدرت‌های مانند چین و روسیه در رابطه با طالبان و همچنین ایران یه مقدار ناروشنی‌های زیادی درش هست. اما من اشاره میکنم و پرسشم از جناب مهندس بندوی اینه که با توجه به اینکه مهندس بندوی یکی از چهره‌های سیاسی اهل بلوچستان در ایران هستند و به هر حال به عنوان چهره سکولار و دموکراسی‌خواه خواستم ازشون بپرسم که رابطه مولوی عبدالحمید و طرفداران ایشون با طالبان یک مسئله جدی به نظر میاد و همونطور که همه ما میدونیم در گذشته هم عده‌ای از جوانان و نوجوانان به اصطلاح در سیستان و بلوچستان به گروه طالبان میپیوستند و البته که از طریق این گروه جهادیون افغان نوجوانان مذهبی بودن که از طریق گروه جهادیون افغان به مجاهدین و طالبان کمک میکردن و حتی بسیار از اونها حتی در افغانستان در جنگ‌هایی که در کنار طالبان بودن جان خودشون از دست دادن. موضع‌گیری آقای عبدالحمید هم که تاکنون به نوعی در جهت حمایت و تبلیغ و پشتیبانی از طالبانه. این وضعیت و این رابطه فرهنگی و مذهبی آیا بلوچستان رو دچار یک مشکل تازه‌ای در ادامه این وضعیت نخواهد کرد جناب بندویی؟ ببینید بلوچستان در ارتباط با این مسئله از مدت‌ها پیش درگیر این موضوع بوده، به دلیل اینکه از یک طرف می‌بینیم که جمهوری اسلامی با حمایت از اون چی میگم بهش، اون سکت خاص شیعیسم خودش
در منطقه خودش رو مطرح کرده و به هر حال به عنوان ولی فقیه جهان خودش رو به حساب میاره و از سوی دیگه در ارتباط با مسئله اهل سنت ایران و بخصوص اون بخشی که خودشون رو حنفی میدونن، فراموش نکنیم که همه اینها در واقع به شکلی تربیت شدگان مدارس دینی پاکستان هستند. مدارس دینی پاکستانی که اصلا به قصد بهره برداری مذهبی استعمار انگلیس زمانی که پاش رو از اونجا گذاشت بیرون، پاکستان رو در واقع از گوشه شکم هندوستان آفریدن فقط و فقط به خاطر استفاده از همچنین مسئله‌ای، با توجه به اینکه در اون زمان به هر حال جماهیر شوروی سوسیالیستی وجود داشت و شدیداً نیاز بود به اینکه به عنوان یک سپر بلا از خود مردم منطقه در مقابل نفوذ اون اهدافی که به هر حال شوروی سوسیالیستی داشت به منطقه جلوگیری بشه. به همین دلیل ببینید آقای مولوی عبدالحمید در بلوچستان که هستند به عنوان یکی از شخصیت‌های بسیار شناخته شده و مطرح اهل سنت هستند که این مسئله نه تنها برمیگرده به مردم بلوچستان بلکه برمیگرده به مردم کل اهل سنت کل منطقه و از جمله اهل سنت افغانستان. ایشون در میان اهل سنت افغانستان هم به عنوان یک چهره بسیار محبوبی هستند. به همین دلیل هم شما خودتون اشاره داشتید جناب اعتمادی که برای یک کسی در اون مذاکراتی که در دوحه پیش میرفته برای به شکلی به نمایندگی از طرف مولوی عبدالحمید است روابطی است ارتباطات داشتن. به همین دلیل بعید نیست که از یک سو طالبان قبل از اینکه برن در اونجا یک همچنین خواهش و تمنایی از مولوی داشتند که همچنین کاری بکنند و از سوی دیگه بسیاری را گمان بر این است که جناب مولوی عبدالحمید این مسئله رو بدون رضایت دولت ایران انجام نمیتونستند بدن، با توجه به موقعیتی که اونجا دارن و حساسیت و نگاه نظامی امنیتی که جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان داره، بدون شک به شکلی در توافق با همدیگه بوده که همچین موضع‌گیری رو برای دفاع از طالبان مطرح بکنند و از اینکه خود طالبان هم به هر حال مطرح کردن که ما دیگه اون طالبان 20 سال قبل نیستیم، عوض شدیم، جهان رو الان به شکل دیگه داریم نگاه میکنیم و به همین دلیل هم هنوزم که هنوز هست بسیاری گیج شدن، موندن، انتظار داشتن که مثلا این طالبانی که مدعی هست که طالبان 20 سال قبل نیست و الان جهان رو با یک عینک دیگه داره نگاه میکنه، انتظار داشتند که مثلا آنچه که حداقل در ظرف این 20 سال مردم افغانستان به شکل‌های مختلف به هر حال بهره برداری‌های از اون موقعیت کرده بودند در ارتباط با مسائل شما اشاره داشتید، در ارتباط با مسائل آموزش زنان، به هر حال اون دموکراسی که به شکل آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و اینها بود، اینها را در واقع به شکلی میتونستند تحت به قول معروف پوشش آزادانه خودشون قرار بدن و این باعث میشد که این کسی که مدعی تغییر هست اگر چنانچه این تغییرات رو یک نگاهی دیگه می داشت به نفع خودش میتونست بهره برداری کنه، اما متاسفانه شاهد بودیم به محض اینکه اومدن چه موضعی در قبال زنان گرفتن طالبان و در ارتباط با تنوع ملیتی که در افغانستان وجود داره، اون دولت یا اون به هر حال شرکت دادن این تنوع ها در قدرتی که همکنون دست اینا افتاده بود، دیدیم که این کار رو نکردن و عمدتاً تمام کسانی رو که این پست هایی رو که به قول خودشون به عنوان پست های دولتی تقسیم کردن در میان کسانی بود که حتی از نظر تحصیلات هیچ نوع مناسبتی با اون نوع پست ها نداشتن، از میان همون خودی های بسیار نزدیک خودشون بود و این آن امیدی رو که در میان بسیاری از مردم اون منطقه زمانی که طالبان رفته بودند که برحال به شکلی خودی نشون بدن و ارتش هم دقیقاً کنار کشیده بود که متاسفانه ارتش افغانستان دقیقاً همان نقشی رو بازی کرد در افغانستان که ارتش ایران در زمان آمدن آقای خمینی در ایران ایفا کرد و اصلا بعیدم نیست که در واقع این دستوری بوده باشه از همون کسانی که مهار این ارتش ها در دستشون بود که متاسفانه شاهد بودیم که اینا اومدند و به هر حال الان یک شرایطی رو وجود آوردند که متاسفانه من وقت یاد این
عکسی میگفتم که امروز توی سوشال میدیا میدم واقعا دگرگون میشن. الان شرایطی اتفاق افتادیم که میبینیم که مثلا از گرسنگی واقعا در این شرایط، یعنی در همچین شرایطی که الان هستیم، از بین برند. این بیانگر این هست که طالبان اصلا عوض نشدن، بلکه دقیقاً همان ساختار ذهنی و فکری رو دارند که مدارس دیوبندی اهل سنت در پاکستان به اینها آموزش دادند و اینها کسانی هستند که در واقع دولت پاکستان اینها را از همون مدارس دینی برداشت و بر علیه اون حکومتی که مجاهدین پس از بیرون رفتن شوروی در افغانستان حکومت را به دست گرفته بودند، چون یک دفعه باور نداشتن این همه کمک هایی که دولت پاکستان، نه دولت پاکستان، باید عرض کنم به حال اون نیروهای نظام امنیتی پاکستان که هنوزم قدرت در دست خودشون هست، رهبری اون بخش از مبارزین رو بر علیه به اصطلاح اون حکومت افغانستان تحت حمایت شوروی بود در دست داشتن. اون انتظاری رو که داشتن برآورده نشد از سوی اون حکومتی که از طرف مجاهدین برقرار شد. به همین دلیل با کودتاگرانه همین طالب ها را در واقع از مدارس دینی که عمدتاً طالبانی بودند که از همون مهاجرین یا از همون کسانی که به هر حال بالاجبار ترک کرده بودند افغانستان رو و رفته بودند در اون مناطق، اینها رو جایی نداشتن برای اینکه چگونه از این بچه‌هاشون نگهداری کنند، سپرده بودند به مدارس دینی اونجا. و متاسفانه سوء استفاده از این کودکان آن زمان توسط یک همچین قدرت‌هایی باعث شده که می‌بینیم چه حرکت‌هایی انجام دادن و واقعیت هم همین هست که اینقدر مسلمان توسط خود مسلمانان افراطی کشته شدن توسط آن کسانی که اینها دایه مبارزه بر علیهشون رو دارن، توسط اونها اینقدر کشته نشده. واقعیت همین است که الان آنچه که در افغانستان بخواد اتفاق بیفته تأثیر مستقیم روی مردم اهل سنت ایران و بخصوص مردمی که در ناحیه جنوب شرقی و جنوب ایران در هر صورت دارن زندگی میگذرانند، به دلیل اینکه این مردم در یک چنبره واقعا گرفتارن. مردم بلوچستان رو مثال بیارم، اینا واقعا از یک طرف در چنبره طالبانیسم افغانستان، از سوی دیگه اون فشارهایی که به هر حال اون سیستم نظام مصطفی در پاکستان داره باشون و اون به هر حال روابطی که جمهوری اسلامی برای اعمال این تبعیضات مذهبی که انجام داده و طبعا گرایش مردم رو به سوی افراطیگری مذهبی هم دامن زده، همه اینها دست به دست هم کردن و یک آمادگی بسیار زیادی رو در مردم اونجا به وجود آورده که اگر چنانچه یک سری حرکت‌هایی از سوی طالبان به نفع مردم اونجا شکل بگیره، چون اکثریتی که الان در مردم بلوچستانیان بگیم حضور دارند، با توجه به تبعیضاتی که از سوی جمهوری اسلامی شده، آمادگی بسیار زیادی برای پذیرش نوعی از همکاری و یک نوعی از تعامل با این حکومتی که از سوی طالبان بخواد شکل بگیره دارند و این اون آینده ای رو که از لحاظ اجتماعی و همخوانی با زندگی قرن 20، با افکار قرن 20 باید وجود داشته باشه، در خطر خواهد افتاد و این یک نوع عقبگردی از نظر این که بسیار ما انتظار داشتیم که این حرکت‌های سوشال میدیا و آگاهگری‌هایی که داره انجام میشه باعث خواهد شد که توده‌های مردم به اون آگاهی برسند که بتونند خوب از بدشون رو تمیز بدن، یعنی در واقع منافع ملیشون رو ترجیح بدن به منافع گروه‌های مذهبی، به دلیل اینکه برای اون منافع ملی است که میتونه فراگیر باشه و از نظر تفکرات عقیدتی و مذهبی همه متفاوتند، اما از نظر اینکه دارای یک سرزمین باشند و دارای یک فرهنگ و دارای یک هنر و دارای یک هویت تاریخی در این حداقل مشترک هستند. ولی متاسفانه الان شرایط به شکل دیگه‌ای داره رقم میخوره. حالا ببینیم که این تعاملی که حکومت‌ها و دولت‌های همسایه افغانستان از جمله چین که یکی از تاثیرگذارترین و واقعا سرنوشت سازترین قدرت‌های منطقه برای اینکه این طالبان چه شکل و شمایلی بگیره بعد از اینکه به هر حال به شکلی از سوی حداقل بعضی از دولت‌ها به رسمیت شناخته بشه، سوای اینکه حالا بخواد مشروعیتی رو به دست بیاره از سوی مردم، انتخاباتی رو اونجا برگزار کنند، رفراندومی رو برگزار کنند که از این کانال در واقع از طریق مردم مشروعیت به دست بیاره،
هنوز مشخص نیست. باید منتظر بمانیم ببینیم که چگونه عمل خواهند کرد در این رابطه که برای به دست آوردن مشروعیت خودشون. بله آقای بندوی، اجازه بدید من یه سوالی از شما بکنم. خواهش میکنم کوتاه‌تر بفرمایید چون وقت برنامه رو به اتمامه که بتونم نظر آقای نقل احمدی رو بپرسم. شما به نکات مهمی اشاره کردید و این امکان رو دادید که طالبان میتونه به هر حال باقی بمونه و احتمالاً اقداماتی هم در جهت به اصطلاح رفاع بخش‌هایی از مردم افغانستان یا همه مردم افغانستان به نوعی بتونه انجام بده و تأثیر خودش رو بر روی سایر مردم منطقه به ویژه در استان سیستان و بلوچستان ما بگذاره، به دلیل اینکه پایگاه وسیعی داره طالبان در سیستان و بلوچستان. و شما اینو میدونید که مولوی عبدالحمید به خاطر شرایطی که در طی این سالها داشت، اولا به نوعی در یک دوره‌ای واقعا همه ما فکر میکردیم که او در به اصطلاح مقام اپوزیسیون حکومت اسلامی ایرانه، حتی تا جایی که خانم شیرین عبادی و خانم نرگس محمدی که پایه‌گذاران کانون حقوق بشر در ایران هستند به او جایزه حقوق بشر هم دادن. اما واقعیت اینه که الان مولوی عبدالحمید با نفوذترین شخصیت مذهبی و سیاسی در استان سیستان و بلوچستانه و در عین حال یکی از نزدیکان طالبان هست. و خودتون هم اشاره کردید، جناب نقل احمدی هم اشاره کردن که حتی در جلسه که در قطر برگزار شد نماینده آقای عبدالحمید هم در اونجا حضور داشته، یعنی نماینده جمهوری اسلامی نبوده ولی نماینده آقای عبدالحمید بوده. سوال من از شما جناب بندوی این استش که شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی سکولار و دموکراتیک که در خارج از کشور هستند یا در داخل ایران هستند، متعلق به منطقه بلوچستان هستند، چه نظری در رابطه با مولوی عبدالحمید دارند؟ آیا مولوی عبدالحمید میتونه نقش به اصطلاح بدی رو بازی بکنه در ادامه با طالبان؟ حتی ممکنه که در رابطه با جدا کردن منطقه سیستان و بلوچستان همکاری بکنه با طالبان به خاطر این نزدیکی که هست و به خاطر سیاست‌های ناروشنی که قدرت‌های جهانی در منطقه دارن، خواب‌هایی رو که دیدن، طراحی‌هایی که کردن. ایران الان بنا به گفته بسیاری در محاصره مخالفین خودش قرار گرفته که قدرت‌های بزرگ جهانی هم از این نیروهایی که در ایران رو در محاصره قرار دادن مانند طالبان حمایت خواهند کرد. نظر شما و نظر سکولارهای اهل بلوچستان در رابطه با شخص مولوی عبدالحمید و جریان وابسته به ایشون چیه؟ ببینید، پس از موضع‌گیری که مولوی عبدالحمید در این رابطه نشون داد از خودش، مورد انتقاد قرار گرفت هم از درون و هم از بیرون. یعنی از بخش برای نیروهای دموکرات درون بلوچستان که افراد و شخصیت‌های به نام هستند به شکل علنی نوشتند. و خب ببینید، مولوی عبدالحمید به عنوان یک شخصیت معتدل در منطقه شناخته شده است. یعنی در میان خود مردم بلوچستان هم هنوز هم با توجه به این موضع‌گیری‌هایی که داره انجام میده و به یک شکلی بسیاری رو عقیده بر این هست که تحت یک فشارهای خاصی ایشون رو وادار میکند که همچین حرکت‌های انجام بده. یعنی اینکه ایشون تبدیل به یک شخصیتی شده که موضع‌گیری‌هاش تاثیرگذار روی توده‌های مردم منطقه است، نه فقط مردم اهل سنت بلوچستان بلکه مردم اهل سنت اطراف. اینکه مولوی عبدالحمید در ارتباط با اینکه مثلا یک مسائلی پیش بیاد و شما اشاره داشتید که بلوچستان و سیستان رو بتونه به یک شکلی به اصطلاح تحت حمایتی، تحت یک سری مسائلی تبدیل بکنه به اینکه بپیوندن به قول معروف با طالبان، من شخصا در این رابطه شک دارم این کار انجام بشه با توجه به شناختی که از گذشته مولوی عبدالحمید دارم. ایشون در ارتباط با اینکه تنش‌هایی که قرار باشه به وجود بیاد همیشه تلاشش بر این بوده که این تنش‌ها رو کمتر و کمتر، عرض کردم به عنوان یک نیروی به اصطلاح معتدل در منطقه، یک شخصیت معتدل در منطقه شناخته شده است. ولی به هر حال فردا رو کسی نمیدونه. وقتی که اگر قرار باشه که مثلا همچنان که جمهوری اسلامی ایران الان آنچه را که در ابتدا فکر میکرد در ارتباط با طالبان
الان یه موزیگیری های دیگری داره. پس از اینکه فکر میکرد مثلا به هر حال یک نوع سهمخواهی رو در ارتباط با اهل تشیع افغانستان خواهد داشت. شما اشاره داشتید به فاطمیون یا فاطمیون فکر میکنم، بله، چون من همیشه فاطمیون و زینبیون رو قاطی میکنم که کدومی که از کدومی که است، ولی برای در افغانستان فاطمیون هستن. یه همچین انتظاری داشت. اما یه دفعه متوجه شدیم که نه تنها یک همچین مسئله از سوی طالبان عملی نشد، بلکه آنچه را که حتی آمریکا هم انتظار نداشت با توجه به قولهایی که طالبان به آمریکا داده بودن، داعش اونجا چه جنایاتی رو به وجود آورد در ارتباط با اهل تشیع افغانستان. به همین دلیل ببینید من فکر میکنم مولوی عبدالحمید هنوزم میتونه یک نقش سازنده داشته باشه و الانم تا جایی که من متوجه هستم در ارتباط با موضوعگیری که انجام داده هنوزم میگه که باید چک کنیم، نگاه کنیم هنوزم، چرا که طالبان گفتن ما عوض شدیم، نیستیم اون طالبان سابق. و به خاطر اینکه یک همچین شرایطی وجود اومده که حالا ما بخوایم یا نخوایم قدرت داره به دست اینها میره، اجازه بدید که بذاریم اینها امتحان خودشون رو پس بدن. من باورم بر این است که مولوی عبدالحمید اگر چنانچین افراطیگری هایی رو که از سوی طالبان بخواد به شکلی در عمل در واقع به منصه ظهور برسد، یه موضع‌گیری معتدلتری رو در ارتباط با عدم همکاری با اینا پیش خواهد برد و امیدوارم اینجور باشه. امیدوارم که در اصل طالبان در واقع یک دگرگونی از خودشون نشون بدن، آنچه که گفتن عوض شدیم نشون بدن که عوض شدن واقعا، از نظر حقوق زنان، از نظر حقوق ملیت‌های مختلفی که اونجا هستن، از نظر تشکیل این دولت فراگیر و اون عدالت اجتماعی، به هر حال یک چهره رو از خودشون نشون بدن که بتونن در اونجا تثبیت بشن و مشروعیت کسب کنن از سوی مردم. و اگر چنانچه به اون سمت حرکت نکنن، من باورم در ارتباط با مولوی عبدالحمید این است که مولوی عبدالحمید یک شکلی این روابط خودش رو کنترل خواهد کرد و به اون سمت نخواهد رفت و امیدوارم همینجوری که من حدس میزنم و فکر میکنم به این شکل اتفاق بیفته. شما فرمودید من زیاد صحبت نکنم. خواهش میکنم. نه عرض نکردم زیاد صحبت، وقتمون محدوده. خب جناب نخل احمدی، خب تو صحبت‌های جناب بندویی یک نوع خوشبینی و برای نیت خوب که ممکنه که طالبان هم حتی تجدید نظر بکنه تو رفتارش و اینکه اگر احیانا وضعیت به همین صورت هم پیش بره، شاید مولوی عبدالحمید هم در نحوه موضع‌گیریش هم تجدید نظر بکنه. نظر شما چیه در این باره؟ من هم در یک نقطه با آقای مهندس موافق هستم. بعید میدونم که آقای مولوی عبدالحمید تا جایی بخواد پیش بره که خب راضی به این باشه که مثلا منطقه بلوچستان بخواد از ایران جدا بشه. اما در نظر بگیریم که آقای مولوی عبدالحمید خودش از فارغ التحصیلان همین مدارس دینی دیوبندی در پاکستان هست و بخشی از به هر حال حمایت و اون علقه فکری و عاطفی که ایشون دارن برمیگرده به همون نظراتی که در حوزه مذهبی و در حوزه اعتقادی ایشون خب این نظرات موافق هست و نزدیک هست با طالبان. آقای مولوی عبدالحمید به نظر من میتوانست یک مقداری منطقی تر و عقلانی تر وارد بشه، یعنی اولین کسی نباشه که در میان سران حالا شخصیت‌های منطقه بیاد و درخواست این بکنه که کشورهای دیگر بیان و طالبان یا حکومت طالبان رو به رسمیت بشناسن. اولین کسی نباشه که بیاد تبریک بگه به اونها و خب به هر حال به شکلی یک حامی بسیار بسیار سفت و سخت برای طالبان در اذهان عمومی ایران و منطقه شناخته بشه. این مسئله خب به هر حال هر چقدر این تاکیدات آقای مولوی عبدالحمید بیشتر باشه، راه عقب کرد یا تجدید نظر کردن رو بعدها کم در واقع یک مقدار سخت‌تر میکنه. ایران باز من تاکید میکنم، ببینید یک زمانی هست من نوعی به عنوان یک شهروند میام در مورد طالبان یک نظر میدم، این نظر میتونه نهایتاً به هر حال یک سری تأثیراتی بر روی خود من یا سابقه من یا به هر حال ذهنیت که در مورد من هست ایجاد بکنه. اما زمانی که آقای مولوی عبدالحمید به عنوان کسی که خب به هر حال رهبر یک بخشی از جامعه ایران یا یک از رهبران شناخته میشه، مواضع ایشون دامنگیر به هر حال سرنوشت بسیاران دیگری در ایران قرار میگیره. چه خوبتر بود که آقای مولوی عبدالحمید مثل بسیاری از دولت‌ها و شخصیت‌های دیگر
یک مقداری طمأنینه به خرج میدادن، یک مقداری به هر حال این شادی خودشون رو کنترل میکردن و واقعا در عمل یک مقداری صبر میکردن تا یک به هر حال زمان مشخصی بگذره، طالبان به هر حال یک کارنامه مشخصی برای قضاوت کردن از خودشون نشون بدن و بعد بیان نسبت به این گروه بیان موضع گیری بکنن. متاسفانه خب باید این مسئله رو من به هر حال تاکید بکنم که آقای مولوی عبدالحمید هم مثل بسیاری از روحانیونی که در ایران هستن، مثل بسیاری از کسانی که خب به هر حال دیدگاه مذهبی و ایدئولوژی دارن، ترجیحشون این هست که در افغانستان، در کشورهای پیرامون ایران یا اصلا کلا حکومت دینی رو ترجیح میدن به یک حکومت ایدئولوژی سکولار. به هر حال در دیدگاه این افراد اسلام یک به هر حال دینی هست یا مجموعه هست که میتواند از عهده حتی حکومتداری بر بیاد و به قول این افراد اسلام خط مشی یا راهکار همه چیز رو شامل حکومت کردن، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، همه چیز رو در دل خودش داره و فقط باید کسانی باشن که این اسلام رو بفهمند و کسانی باشن که صداقت اجرای این اسلام رو داشته باشن. اما ما خب در سابقه گذشته تاریخ خودمون هیچ وقت ندیدیم کسانی بتونن بیان یک حکومت اسلامی موفق که منتج بشه به این که اینها بتونن الگویی باشن و حتی اینکه این در واقع حکومت ها بتونن رضایت حداقلی شهروندان خودش رو ایجاد بکنن رو به هر حال اینها تجربه این مسئله رو نداشتن. اما در عین حال خب آقای مولوی عبدالحمید هم در زمره کسانی هست که هنوز هم مصر هستند و بسیار بر این مسئله اصرار دارند که حکومت اسلامی، حکومت دینی بهترین حکومت هست و حضور دین در حکومت و سیاست میتونه به هر حال برکاتی برای حاکمیت و مردم داشته باشه که البته عرض کردم که این برکات حداقل تا الان در طول تاریخ برای هیچ کسی، حالا نه فقط در اسلام، در مسیحیت، در اسلام، برای هیچ کس تا الان رخ ننموده. حالا اینکه این برکات چه هست و چه میتواند باشد به نظر بیشتر اینهای مسائل ذهنی و رویایی هست که متاسفانه سرنوشت جامعه رو برخی افراد و برخی شخصیت ها میان گره میزنن به همین رویاهای خودشون. بسیار ممنون. متاسفانه به پایان وقت برنامه رسیدیم و هنوز برای من پرسش‌های بیشتری وجود داشت که با میهمانان عزیزمون در میون بگذاریم. فراموش نکنیم که گروهی که در 11 سپتامبر در نیویورک اون عملیات تروریستی برج‌های دوقلو رو انجام داد، مغز متفکر و طراح اصلی این عملیات خالد شیخ محمد بود که اهل بلوچستانه و در منطقه سرباز دنیا آمده بود و خانوادهش متعلق به اونجا هستند. زمینه‌های بسیار مساعدی وجود داره که رهبران مذهبی از هر دسته و فرقه‌ای که باشن یک جامعه رو به خشونت و به تروریسم سوق بدن. فرقی نمی‌کنه چه اهل تسنن چه اهل شیعه. جامعه ما و خاورمیانه نمونه‌های بسیاری از این گروه‌های اسلامی نوع شیعی و نوع سنی رو تجربه کرده و این وظیفه همه روشنفکران و اهل سیاست مناطق مختلف کشور ما به خصوص در این منطقه حساس است که هوشیار باشند. جوانان بسیاری امروز مستعد این هستند، آمادگی این رو دارند که بپیوندند به گروه‌های تروریستی و طالبان یکی از گروه‌هایی است علیرغم همه ادعایی که داره همین لحظه هم از خشونت و اعمال زور نسبت به جامعه چشم‌پوشی نمی‌کنه. زنان افغانستان الان در شرایط سختی زندگی می‌کنند. هنوز این دولت، این حکومت به رسمیت شناخته نشده اما اعمال خشونت وجود داره. بنابراین ما ایرانی‌ها هم به ویژه همیهنان عزیز ما در بلوچستان باید مواظب و مراقبت بیشتری از فرزندان خودشون بکنن. به اتفاق جناب مهندس بندوی عزیز و همچنین جناب نخل احمدی نازنین با شما بینندگان این برنامه تا برنامه دیگر خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز و سربلند باشید.